مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 را قبول کرد. مثل هر سال دیگر برای سال 2023 نیز بودجت دولتی با افزایش مبلغ‌های درآمد و خراجات به نقشه گرفته شده است. فرقیت درآمد بودجت امسال نیز بیشتر از 4.1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. هدف رو آوردن ما به این مسئله باز هم در آن است که در شرایط نااستواری مالیوی جهانی اکثر کشورهای پیشرفته نمی‌توانند مسئولیت یا وظیفه‌های اجتماعیشان را اجرا کنند. با توجه به اینکه تاجیکستان دولت اجتماعی است و بودجت هر ساله هم پیش از همه اهمیت اجتماعی دارد، دولت تا کجا می‌تواند در چنین شرایط دشوار هدف‌های اجتماعی خود را برآورده کند. سلام بینندگان گرامی، برنامه نوبتی توازن است پیشنهاد شما. ما در این برنامه اطراف بودجت سال 2023 صحبت خواهیم کرد. مسئله تهیه لایحه قانون بودجت، تامین اجرا و خراجات بودجت دولتی سال 2023 را از کارشناسان پرسان خواهیم شد. ما را همراه باشید. تهیه کنندگان لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان به این نظرند که در تهیه بودجت دولتی پیش از همه افضلیت‌هایی که در پیام پیشوای ملت محترم امام علی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نشان داده شدند به این نوبت گرفته شده است. یعنی سال روان نیز در بودجت دولتی افضلیت به ساحه‌های اجتماعی داده می شود. بودجت دولتی میان ملت جمهوری تاجیکستان برای سال 2023 و سال 2025 در اساس مقررات قانون جمهوری تاجیکستان درباره مالیه دولتی جمهوری تاجیکستان، کودکس های انداز و گمرک جمهوری تاجیکستان، فرمایش حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 دکبر سال 2021 تحت رقم 102، قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایول سال 2022 تحت رقم 370 درباره دورنمای نشان دهنده های ماکرو اقتصادی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023 2025 تهیه گردیده است. یعنی قسم درآمدی بودجت دولتی از همه منبع‌ها، یعنی واردات های اندازی، واردات های غیر اندازی، گرانت مالیوی برای بودجه، حساب سرمایه خارجی، بعداً حساب مبلغ‌های مخصوصی تشکیلات های دولتی تشکل یافته است. قسم درآمدی بودجت در سال 2023 به مبلغ 37.1 میلیارد پیش بینی گردیده است که نسبت به بودجت سال 2022 به مبلغ 4.1 میلیارد سومانی زیاد می باشد، یعنی 12.3% افزایش یافته است. کارشناسان میگویند که حکومت تاجیکستان هدفهای اقتصادی و اجتماعی خود را پای در پای و مرحله به مرحله عملی می کند. این سبب می شود که تاثیر عامل‌های بیرونه به اقتصادیات مملکت تدریجاً کاهش یابد. مثلا در روند تشکل قسم درآمد بودجت دولتی هر سال نشان دهنده‌های رشد ساحه صنعت بیشتر و بیشتر به نقشه گرفته می شود. به فشنگ اساسی اقتصادیات تبدیل شدن ساحه صنعت را سبب نقشه‌های سری وقتی حکومت است. مثلا با هدف 4 اعلام کردن صنعت کنونی با سرعت توانست این ساحه در زمان معاصر افضلیتناک را در تاجیکستان رشد دهد. و معلومات آماری تنها در سال 2022 در جمهوری بیشتر از 500 کارخانه نو بنیاد شده است که این جای کاری ده‌ها هزار متخصص است. فعالیت منتظم این کارخانه ها حصه صنعت را در تامین بودجت دولتی افزون گردانید. حالانکه سالهای قبلی در تامین بودجت دیگر ساحه‌ها از جمله کشاورزی و نقلیات و ساحه‌های سودا و خدمترسانی افضلیت بیشتر داشتند. تدبیرهای در سمت رشد صنعت و افزایش حجم استحصال محصولات ساحه اندیشیده شده امکان فراهم آوردند که در 5 سال آخر افزایش نامگوی محصولات صنعتی استحصال وطنی به زیاده از 40% رسانیده شد. در این دوره 1382 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی
با تأسیس 15,000 جای کاری نو ساخته مورد استفاده قرار داده شد. عموما اگر سال 1991 در مملکت همگی 358 کارخانه صنعتی با 33,000 جای کاری فعالیت داشته باشد، پس در زمان صاحب استقلالی 2500 کارخانه استحصالی بنیاد گردیده. سال 2022 2800 کارخانه صنعتی با 85,000 جای کاری فعالیت کرده ایستادند. اگر ما در ظرف 5 سال هر سال 500 کارخانه استحصالی بنیاد کنیم، چقدر جای کاری میشه؟ تنها سال 2022 بیش از 500 کارگاه و کارخانه استحصالی با 6,000 جای نوی کاری به فعالیت آغاز کردند و برای تا 43 میلیارد سامانی افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی در سال 2022 مساعدت نمود. ولی این نشان دهنده ها با در نظر داشت ذخیره و امکانیت های کشور از جمله اشیاء خام وطنی، اقدارهای استحصالی، ذخیره‌های مهنتی، انرژی سبز و طلبات افزاینده به محصولات صنعتی در داخل و خارج کشور جهت نائل شدن به یکی از هدف‌های استراتژی ما، صنعتی کنانی با سرعت هنوز ناکفایه می‌باشد. اگر در سال 2010 در حدود جمهوری تاجیکستان 1386 کارخانه صنعتی فعالیت میکرد، سال 2021 شماره آنها به 2386 عدد رسید. طبق نشان دهنده های 9 ماه سال 2022 در کشور تعداد کارخانه های صنعتی به 2594 عدد رسانیده شد که در آنها محصولات رقابت پذیر و بلند صفت استحصال کرده می شود. بعد اعلان گردیدن صنعت سال 2022-2026 سال رشد صنعت جمهوری تاجیکستان، در مجموع محصولات داخلی کشور، یعنی محصولات های صنعتی در سال 2023 به مبلغ 60 میلیارد سامانی رسانده می شوند. گرچند که در سالهای پیش این محصولات های کشاورزی یا در جزئیات بودند، در سال 2023 محصولات یعنی کارخانه های صنعتی، اقتدار کارخانه های صنعتی کشور به 60 میلیارد رسانده می شود و محصولات های کشاورزی در سال 2023 به مبلغ 59 میلیارد سامانی پیش بینی گردیده شده است و در عموم مجموع محصولات داخلی کشور در سال 2023 و مبلغ 127 میلیارد سامانی پیش بینی شده است که نسبت مجموع محصولات داخلی سال 2022 17.8% افزایش یافته است. در جمهوری یعنی کارخانه های صنعتی به تدریج افزایش یافته ایستادند و سهم آنها در غنی گرداندن بودجه نیای درجه زیاد به چشم می‌رسد. اکنون درباره خراجات. معمولا هر سال خراجات بودجه دولتی در تاجیکستان نسبت به درآمد بیشتر است. سال 2023 نیز برای خراجات و مبلغ گذاری سمت‌های مهم اجتماعی و اقتصادی در حجم 38.1 میلیارد سامانی با افزایش 4.5 میلیارد سامانی به نقشه گرفته شده است که آن به 29.9% مجموعی محصولات داخلی برابر می باشد. کارشناسان میگویند که چنین حالت به همه کشورهایی که به ساحه‌های اجتماعی افزایش می‌دهند خاص است. در تاجیکستان هم با نظرداشت تأمین پوره عهده‌داری‌های دولت در سمت حفظ اجتماعی اهالی، مستحکم نمودن زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه و اداره‌های ساحه‌های اجتماعی، تأمین برنامه‌ها و ادامه اصلاحات در ساحه‌های افضلیت داشته کسر بودجه به نظر می‌رسد. از در جمهوری تاجیکستان برای استراتژی ملی رشد سال 2030 فعالیت کرده ایستاده است و در زمینه این برنامه میان ملت رشد اقتصادی برای سالهای 2021-2025 نیز فعالیت کرده ایستاده است و برای عملی نمودن
همین برنامه ها استراتژی ها در بودجت سال 2023 یعنی خراجات بودجت کمک زیادتر شده است، یعنی با مبلغ 38.1 میلیارد سومانی و در قانون درباره بودجت برای پوشاندن انمان خراجات علاوه‌ای در ماده 3 کسر بودجت مقرر گردیده است و کسر بودجت در سال 2023 1 میلیارد و 30 میلیون سومانی را تشکیل می‌دهد و پوشاندن کسر بودجت یعنی اسباب خصوصی گردانی مال و هموار، اسباب فایده صاف فی جمعیت‌های دارای مسئولیت محدود که با اندازه‌ای که با دولت دارند، اسباب فروش وکسل ها، اسباب مبلغ آزادی که به حالت یکم ینور سال 2023 به وجود می‌آیند، از اسباب مبلغ برزیادی جاشوی قسم درآمد بودجت چی جمهوری چی محلی این پوشانیده میشن. توجه حکومت جمهوری شخصا پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به سویه اجتماعی توجه خاصه دارد و توجه اساسی در بودجه با افضلیت به سویه اجتماعی، یعنی برای سویه اجتماعی در بودجت سال 2023 مبلغ 16.9 میلیارد سومانی پیش بینی گردیده شده است که نسبت بودجه سال 2022 یعنی که برای همین سویه جدا گردیده شده بود 2.2 میلیارد سومانی زیادتر است و 44.5% حجم عمومی بودجه دولت رو تشکیل می‌دهد. و سویه اجتماعی ما خودمون می‌دونیم که سویه معارف، تندرستی، فرهنگ، حفظ اجتماعی داخل می‌شود. سال روان نیز حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم دارد که برای تامین رشد ساحه‌های واقعی اقتصادیات از جمله ساحه انرژتیک قرض‌های علاوه‌ای بگیرد. با توجه به فضای آزاد سرمایه‌گذاری و همچنین بلند بودن صفت خدمت‌رسانی‌های پرداخت قرض بیرونه، کارشناسان میگویند که دریافت قرض‌های علاوه‌ای برای کشور ما مشکلی زیاد نخواهد داشت. پاندمی کرونا ویروس دیگر دولت‌های خبرقدرت پیدا شد. تمام کارخانه و اداره ها بعد انمان خواجگاه های دیکانی و فرمیری که بودند از کار قریب که به پرگی ماندند، یگان کس نبرآمد. لیکن در جمهوری تاجیکستان به همه همین نگاه نکرده، چه خواجگی های دیکانی چه کارخانه های صنعتی با تمام نازوکش کار فعالیت خود دوام کردند که در نتیجه راستیگر اونقدر تاثیر منفی رسانده نشد. اقتصادات جمهوری تاجیکستان از اقتصادات جهان وابستگی دارد. آن مال و محصولات هایی که زیاده از 50% که هست اونا وارداتی هستند. با اقتصادیات یعنی به نرخ و نوای مال‌هایی که حاضر در جمهوری هستند تاثیر خود رسون. حاضر این وقت هم آن وضع ژئوپلیتیکی سیاره‌ای که در تمام جهان را به تشویش آورده است، برخورد دولت‌های خبرقدرت این با اقتصادیات تمام دولت‌های سابق اتحاد شوروی یعنی تاثیر خود را میرساند. به همین نگاه نکرده یعنی حکومت جمهوری تاجیکستان اوید پیشگیری نمودن مسائل مذکور تمام چاره ها را اندیشیده است. در مد اول آن امتیازهایی که برای صاحبکاران در همان دوره داده شد این طریق وسایل اخبار عامه درج گردیده شد و در پیام پارساله پیشوای معظم ملت برای همان خواجگی های کشاورزی انداز یگانه تمام خواجگی ها را آزاد کرد
که این یک تکان خوبی شد برای رشد منبعدی سوی کشاورزی. تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان چقدر ابیکت‌های خرد و بزرگ، چقدر کارخانه‌های خرد و بزرگ مورد استفاده برای قرار داده شدند و قرار حکومت جمهوری اوید تجلیل 35مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان به توسعه رسید و بسیار نقشه‌های زیاد هستند برای یعنی با استفاده دادن چه کارخانه‌های صنعتی چه دیگر کارخانه‌های کشاورزی و من اطمینان کامل دارم که آن نشان دهنده های مکر اقتصادی هایی که امروز در تاجیکستان عملی شده ایستاده است بودجه سال 2023 در اساس انمان تهیه گردیده شده است. من باوری کامل دارم که بودجه سال 2023 به پررگی اجرا می‌گردد. همین طریق به نظر مصاحبان ما و دیگر اقتصاددان‌های مستقل بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2023 پورا اجرا شونده است. این بار دیگر مساعدت خواهد کرد به باز هم بهتر شدن سطح و صفت زندگی مردم. ما نیز به این اطمینان کامل داریم. این برنامه نوبتی توازن بود. خیر تا دیدارهای دیگر.